مجارستان یک کشور نسبتاً کوچیک در غرب اروپا با مساحتی حدود 93,030 کیلومتر مربع با کشورهای اتریش، اوکراین، رومانی، صربستان، کرواسی و اسلوونی مرز داره. جمعیتش حدود 9,700,000 نفره که توی شهرهایی مثل بوداپست که پایتخت این کشوره بیشترین جمعیت رو داره. مردم مجارستان بیشتر به زبان مجارستانی صحبت می‌کنن که از سخت‌ترین زبان‌های توی اروپا محسوب میشه. این زبان خیلی با بقیه زبان‌های اروپایی فرق داره. اما مردم این کشور خیلی خونگرم و مهمان نواز هستن و توی جشن‌ها و مراسم‌های مختلف با همدیگه مشارکت می‌کنن. مجارستان کشوری با تاریخ غنی فرهنگیه. موسیقی کلاسیک و رقص‌های سنتی مثل چارداش همیشه بخشی از زندگی مردم اینجاست. همچنین هنرمندان بزرگ مثل فرانس لیست، موسیقیدان معروف از مجارستان اومده. مجارستان تاریخ پرفراز و نشیبی داره. این کشور در قرن 9 میلادی توسط هنری نخست تأسیس شد و بعدها به یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا تبدیل شد. در دوران قرون وسطی مجارها نقش مهمی در تاریخ اروپا ایفا می‌کردند. در قرن 16 مجارستان توسط امپراتوری عثمانی تصرف شد، اما بعدها در قرن 18 توسط اتریش تسخیر شد و در دوره‌های مختلف جزئی از امپراتوری‌های مختلف بود. در نهایت مجارستان در سال 1949 یک جمهوری کمونیستی شد و تا سال 1989 تحت رژیم کمونیستی باقی موند. بعد از اون مجارستان به یکی از جمهوری‌های دموکراتیک تبدیل شد. یکی از جاذبه‌های معروف و دیدنی بوداپست مجسمه جبرائیل که در منطقه قلعه بودا قرار داره. این مجسمه که نمایی شگفت‌انگیز از شهر رو به نمایش میذاره، نمادی از قدرت و حفاظت. از اینجا میتونید نمای فوق‌العاده از رود دانوب و پل زنجیر رو ببینید. این مکان به خصوص در غروب آفتاب که نورهای طلایی به مجسمه میتابه خیلی جذاب و تماشاییه. مجسمه جبرائیل بخشی از یادمان هزاره است که اطراف اون تندیس‌های شاهان و رهبران مهم مجارستان قرار داره. این میدان از مکان‌های ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است. داستان جالب این مجسمه اینه که بر اساس افسانه‌ای فرشته جبرائیل در خواب استفان یکم ظاهر شد و به اون گفت که تاج رو از پاپ درخواست کنه و مسیحیت رو دین رسمی کشور اعلام کنه. این موضوع باعث شد استفان تاج را از پاپ دریافت کنه و اولین پادشاه مسیحی مجارستان بشه. جزیره مارگریت هم یکی از مکانهای آرام و زیبا در وسط رود دانوبه. این جزیره یک پارک بزرگ با فضای سبز، استخرهای آب گرم، مسیرهای دوچرخه سواری و فضاهای ورزشی برای استراحت و تفریح مردم داره. جزیره مارگریت یه جای عالی برای پیاده‌روی و لذت بردن از طبیعت بکرشه و در فصل تابستون به خصوص در شبها خیلی شلوغه. یکی از جاذبه‌های خاصش آبنماها و گلابی‌های مخصوص این جزیره است. قلعه بودا یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی بوداپسته. این قلعه که روی تپه‌ای در سمت غرب رود دانوب قرار داره، یکی از جاذبه‌های برجسته تاریخیه. این قلعه به عنوان مرکز سلطنتی در قرون وسطی ساخته شده و اکنون به موزه‌های مختلفی تبدیل شده که نمایشگر تاریخ مجارستانند. از بالای این قلعه منظره‌های بی‌نظیری از پارلمان مجارستان و رود دانوب رو خواهید دید. توصیه می‌کنم در غروب اینجا برید تا زیبایی شگفت‌انگیز شهر رو از بالا ببینید. بوداپست به عنوان پایتخت آب گرم‌های اروپا شناخته میشه. این شهر با حمام‌های آب گرم مشهور خودش سال‌هاست که مقصد توریست‌ها از سراسر دنیاست. یکی از معروف‌ترین حمام‌های آب گرم حمام‌های سچنیه که در پارک شهری بوداپست قرار داره. این حمام‌ها به ویژه در فصل سرد سال محبوبیت زیادی دارند. حمام گرلارت هم یکی دیگه از حمام‌های معروف و لوکس بوداپسته که معماری زیبا و سقف‌های سرپوشیده و روبازش تجربه بی‌نظیر از آرامش رو به شما میده. یکی از متفاوت‌ترین جاهای دیدنی در این کشور کفش‌های آهنی کنار رود دانوبه. یکی از تاثیرگذارترین و نمادین‌ترین یادمان‌های تاریخ مجارستان. این اثر هنری در کنار رود دانوب در شهر بوداپست قرار داره و به یاد قربانیان یهودی جنگ جهانی دوم ساخته شده. قربانیانی که در کنار رود دانوب صف می‌شدند و مجبور می‌شدند کفشاشون رو در بیارن. سپس به ضرب گلوله به رودخونه انداخته می‌شدند.
پل زنجیر یکی از نمادهای شهر بوداپسته و اولین پل معلق بزرگیه که رود دانوب رو به دو قسمت تقسیم میکنه. این پل نه تنها در طول روز بلکه در شبها هم با نورپردازی زیبا یکی از بهترین دیدنی‌ها و بهترین مکان‌ها برای گرفتن عکس‌های عالیه. پارلمان مجارستان یکی از بزرگترین و شگفت‌انگیزترین ساختمان‌های جهانه که در کنار رود دانوب قرار داره. معماری این ساختمان به قدری زیباست که به راحتی میتونید برای ساعت‌ها در مقابلش بایستید و از جزئیات شگفت‌انگیز معماری اون لذت ببرید. در شب و روز این بنا واقعاً تماشاییه، به ویژه هنگام غروب که ساختمان با نورهای طلایی روشن میشه. و یکی دیگه از جاذبه‌های برجسته بوداپست میدان قهرمانانه که نمادی از تاریخ مجارستانه. این میدان به خاطر یادبودهای تاریخی و مجسمه‌های بزرگان مجارستان معروفه. در وسط این میدان ستون 1000 ساله قرار داره که برای جشن گرفتن هزاره تأسیس مجارستان ساخته شده. این مکان یکی از محبوب‌ترین جاها برای گردشگران و حتی خود مردم مجارستانه. منطقه شرابسازی تاکال یکی از بهترین مناطق برای عاشقان شرابه. این منطقه که در شمال شرقی مجارستان قرار داره به خاطر شراب‌های معروف شناخته میشه. شراب آزوس یکی از معروف‌ترین شراب‌ها در این منطقه است. اینجا فرصت‌های زیادی برای بازدید از مزرعه‌های انگور و مراسم شرابچینی وجود داره. کشور مجارستان پایتخت صنعت فیلم‌های بزرگسالان در اروپا شناخته میشه. در نظام سوسیالیستی تولید و توزیع فیلم‌های بزرگسالان غیرقانونی بود، اما با سقوط جمهوری خلق مجارستان قوانین آزاد شدند و مردم فکر می‌کردند این صنعت معیاری برای توسعه است و بسیاری از روزنامه‌ها نیز نوشتند که این صنعت بخشی از مسیر رسیدن به غربه. بنابراین هیچ چیزی مانع اون نشد. در اون دوران بسیاری از کشورهای اروپای شرقی از جمله مجارستان با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. سیاست سختگیرانه دولت کشور رو به خط مقدم صنعت فیلم‌های مثبت 18 اروپا سوق داد. هزینه تولید فیلم‌های بزرگسالان در بوداپست در مقایسه با سایر شهرهای بزرگ اروپا و ایالات متحده نسبتاً پایین بود. این امر شرکت‌های بیشتری را تشویق به راه‌اندازی دفتر و استودیوها در شهر بوداپست کرد. صنعت فیلم بزرگسالان در این دوران منبع درآمدی را برای برخی از افراد فراهم کرد. امروزه بوداپست به عنوان قطبی برای صنعت فیلم بزرگسالان عمل کرده و هنرمندان زیادی را از سراسر جهان از جمله بریتانیایی‌ها به خودش جذب می‌کنه. علیرغم این در سطح شهر اصلاً احساس نمی‌کنی که در چنین شهری حضور داری. ممکنه هر کسی رو که با اون در ارتباطی در این صنعت در حال فعالیت باشه، اما از ظاهر انسان‌ها این رو متوجه نمی‌شی. مردم محلی هم نگاه بدی به این صنعت ندارن و اونو برای اقتصاد مفید میدونن و به اون صرفاً به عنوان سرگرمی نگاه میکنن.